حسین سره او قناری ابلغو رو ببر بده به دوی حیدر علی. او قناری توسی مریضو رو هم بیار ببینم چشه. رو چیش قناری های رزگنجشکی هم ناخوشن. میگفت زبون بسته ها از چیشاشون او میاد. ساعت به ساعت باید برم زیر پاشون عوض کنم. حتما یه سری بهشون بزن آقا. باشه بعداً یه نگاهی بشون. چطور؟ سلام. علیکت به در. زره جون بیا تو. برو تو. کسی گلاب زدی زره جون؟ گل محمد بوشو دوست میدارم. تو رم دوست میدارم. رشقندم میکنی؟ من رشقندت میکنم؟ ای شیطون. جونو بابای بابام کاکوی کاکام. بایی نکنم چی؟ پلنجه ها رو نزن. حسین آقا، حسین شهره. چی کار بکنم؟ آروم بگیر زنی. من میدونم چه کار کنم. من خدا یادش رفته در قفل بکنه. ببین تو را عجب دنیایی شده. حسین شهره، حسین آقا. اگه بیا تو الان جوابش میکنم. سلام آمش سلام علیکم. علیکت به دعاشت مرتضی راحتم کردی. چرا جوابم نمیدادی؟ رادیو وای بود. نه صدای خنده و گپ میمه انگار. آها بله. رادیو واز بود نمایش میداد. نمایشش خنده دار بود ها بله. خب آمش موسا با حسین سهره چی کار داشتی؟ قناریم زبون بسته لوبا نمیکنه ناشاش شده. اومده بودم از حسین سهره براش دوا بوشونم. اگه فقط نمیخونه یک کمی سنبلتی با ریشه زبون در قفا و یک کمی حاج ممیزی میجوشونی صبح ناشته یه قاشق چای خوری میرزی تو حلقش ساز میشه. دکمن هامشتی حکمن. شدی هوایه. خدا خیرت بده. خدا فجاشت مرتضی. خدا فیل. بس معمون خدا. رفتش. نفسم بندومه. خدا او روزو نیاره. من دیگه میرم خونه. وقت اومدن آقامه. پس قرارمون چطور میشه؟ قرارمون هنو داره لبام میسوزه بی حیا. دور لبات بگردم. پس شب جمعه قدمگاه باشه. صبر کن ببینم کسمسی نیست. چیره بده؟ ما فعل حرام کردیم. بابا سگ هی میگه بده. بیا زره جون بیا. خدا حافظ. سلام سیه. سلام. نخسته کاگو. وقتی میرفتم دیدمش. خیلی وقت اینجا. میگم چرا یه نفر رو نمیفرستی خونش؟ گیرت چیه؟ گیرم بواشه. میگه شرم. شهر بودی سیه. همون دخترو خوب کرده. کاکو. حالا خربیا رو باقله بار کن. همیشه که نمیتونی ساز ندارم برای ما کوک کنی. راست میگه. من هیچی که اگه جبرائیلم از آسمون نازل بشه نمیگذارم. واقعیتش هم همیه. یا پولمونی میدی کاکو یا میریم علیه کار ییسره میکنیم. اگه شما فقط 3-4 ماه به من فرصت بدین من سرتا قضیه رو هم میارم و یه جوری پولتون رو بهتون میدم.
از گیما خیلی گذشته آمیزگیو ای هم که میبینی ما صف کردیم محض جمال رو ما آمیز اسدالله که او دفعه گفتن 4 دیگه هم امون. حالا من میخوای یا آمیز اسدالله یا یک اسم دیگه سفته های ما رو بخرن و ما راحت بکنن. از ما به خیر، از شما به سلامت. ما سود نخواستیم و سلام. خدا بوات بیامرزه. حرفی نه، خدا خیرت بده. این سفته های کوزه های آمیز حسن خانه. سفته های کوزه هایی که فقط اوش خورد و گفت لعنت بر شب کاکو. یعنی شما میخواین بفرمایین این سفته ها نصف قیمت هم نمیارزه؟ همون 2 تا چمدون پرش همین حالا ووال گردنمه که میخوام پاکت کنم و بدم کربلای رجب بقال این تیشه بگیره و زرچوقه توش بپیچه. من حاضرم از 75,000 تومنی که طلبکارم 20,000 تومن بوسونم و برم پیکارم. تازه او 20,000 تومنی که بگیری 15,000 تومنش نزولشه، چون قبلا اصل پولشو بهت دادم. حالا که اینجور شد همشو میستونم. منم پولم آخه ما سلمون کم پولی که نیست 50,000 تومنه نه 50 قرون. اما گوش کنید از روز اول نزدید من ساده رو به امامت چطور بخوالا من صلاحتون هر کاری رو با تومنی 2-3 قرون امو آدم بالاخره یه کاریش میکنه. حرفی نداریم. همین جایو به اندازه یه عطسه بفرمایید بیرون. ولی بدون که چی نمیشه که. باش بفرمایید یه چاپاق بکشید. بفرمایید. وقت رفت زندون او وقت میده. سعی کنم ساکت باشه. چی ساکت باشه؟ من یک غلطی پول دادیم مات که ندادیم. سب کنم. آخرش چطور شد مرد؟ نمیدونم. نمیدونم بالاخره یه طوری میشه. زن سماورو آتیشه. بذاری گفتم چویدم بکنه. وقتی حاضر شد بگو یه چوی براشون ببر. باش. شما برو. ما که حرف زور نمیزنیم. ما پول خودمونو میخوایم. نه کمتر نه زیادتر. حالا او نداره بده. ما که زامن بهش ما ارث بابانو میخوایم. به ما چی مربوط؟ سنر جمع کردیم تا کلمه چطور شد آمیز اسدالله؟ من قرار شد سفته هاشونو بگیرم ولی بی شرفتر و بی وجدانتر از این جماعتی تو زندگیم ندیدم. کنار نمی اومدن. کنار اومدنشون که سرشونو بخوره یه چی هم اضافه میخواستن. عجیبه. آقا جو سلام. بیا تو دختر. بفرما بشین آمیز اسدالله. بفرما. من چایی نمیخورم دختر. آمیز یایم الان حدود 500,000 تومن سفته پیش اینا است که وقتی ازشون بگیرم او وقتی که دیگه تو فقط با من طرف هستی. منم که اهل معاملم مخصوصا که دلم میخوای یه کاری واسط بکنم. ببینم دوست داری به طور کلی از این حیث و بیس خلاصت کنم؟ اجرت با موسی بن جعفر آمیز اسدالله. خب ببین کاکو در دین مقدس اسلام اومده که زوجه گرفتن حروم نیست. خب آمیز اسدالله این چه ربطی به بدهی من داره؟ اگه من تو دست تو دست هم بدیم با جهرم که هیچی بازار وکیل شیرازم میخریم و آزادش میکنیم. خب ولی تو خودت آمیز اسدالله میدونی که من مایه‌ای ندارم. ماشالله 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 چیشم کف پاش باشه. دختری داری که 100 میلیون تومن قیمتش بیشتره کاکو. اما دردی رو دوا نمیکنه. آمیز یحیی نگو آمیز یحیی.
تو اگه قبول کنی من دختر تو بوستونم امیر زستالله تمام ساختهات برمیگردونم به تو خودت. درود امیر زستالله. تو از اونایی هستی که پستون مادر تو دندون گرفت. آمیزی ایو حد دهنتو بفهم کاکو. ای که دارم میگم صحبت خرواره. سنار سه شوی زرنیخ فروختن که نیست. صحبت 500,000 تومن پول نقده و نصف کارمون سرم که میندازم پشت قوالش. بد و خوبم میکنی؟ حرفا میزنی زری جون. تو بدی زبونم لال. خدا بکنه شاه چراغ ببخشی. مایی به کسی آزار رسوندی؟ نه به چی؟ من به هوای زیارت حضرت اومدم. زیارت تو. هوس دارم 100 تا پسر برات بذار. عجب هوسی. او وقت کی به خودمون برسیم زری جون؟ بسیاره. خدای نکرد میخواد زمین جون سیاه میشه. وایسا اولش او گراز زری جون. او همسال آقامه. میدونم ننه. میخواد منو بخره ها؟ نه آقا جون یه گرفتاری داره که شما میخواین منو بفروشین ها؟ یاد شماره مادر جون والا به خدا این حرفا نیه. آخه من چه تری میتونم به تو بگم. من هرچی گفتم قبول نکرد. برو تو بهش بگو شاید قبول کرد. پوش برو. خدایا چی بگم. کار تجارت به قمار میمونه دختر. یا برد داره یا باخت. ها بله. امیر زستالله برده و شما باختی. ها امیر زستالله ناپاکم گفته یا دخترت یا حبس و حراج اموالت. ها آقا جان. ها دخترم. نمیتونم آقا جان. نمیتونم.
ما دیونه شدی مردک. دیونه تویی که دست از سر و دختر رو ور نمیداری. دیونه و بواته که تو گراز پس انداخت. دیونه تویی که با پولات میخوای زندگی و دختر رو سیاه بکنی. دختر و بوننه داشت که من با اونا حرف زدم، اما دیگه گردن کلوف نداشت. من سید مرتضام. میشناسم. میشناسم. پس ایرو بودون که اگه خواسته باشی پاپه و دختر رو بشی 72 تن قسم آتیش به پا میکنم. فهمیدی؟ دوری ندک. سیکا نپه پول من چطور میشه آقا؟ مالت بده بابا، پولت نزولیه، جای دوری نمیره مرد. پولت هر چقدر بمونه تازه نزولش بیشتر میشه. پات از رو خرخره و پیرمردو بردو. صحیحه. اگه نداد چی؟ من میدم، اما باید به هم امون بدی تا بتونم فراهم بکنم. بهت امون بدم تا هیکی گنگیشگاهتو بفروشی؟ آقا حرف کلاف نزن قرم دنگ. ببین چی بهت میگم. اگه تا یه ماه دیگه صبر کردی که هیچی، اما اگه نکردی دمار از روزگارت میکشم که تو عمر داری تو نامردی مثل کرم بلولیان دم نزنی. شنیدین چقدر لندم دار؟ حالا تو میگی چه کار کنه؟ کف دستی که مو نداره بسم الله. در مثل مناقشه نیست کاکو. با من از مثل حرف نزن، با من از پول حرف بزن. پولی که استدی کاکو. من به خدا لا شریک له کل پولی که بدهکارم 80,000. 80,000 تومن نه و 500,000 تومن. وسط دعوا نرخ تعیین نکن. من اصلشو میگم امیر دستالله، به فلش که کاری ندارم. از این 500,000 تومن فقط 80,000 تومنشو خدا وکیلی بدهکارم، باقیش نزولاییه که شماها کشیدین روش. آخه لا انصاف. تو فکری من لا انصافم؟ من فکرشو نمیکنم. یه آدم بدبخت بیچاره مثل من که طلبکاره چی کار میتونه بکنه؟ یا پولشو میسونه یا معامله میکنه. نه پولو رو میدی نه حاضری دختر رو بهم بدی. بعد از این همه مکافات تازه دو قرتنین تا باقیه. یه گردن کلفت یاقی بی دین و بی وطن رو میفرسید را حرف در میاری آمو. نعوذم بالله. پس بفرمایید سید مرتضی رو دولت عثمانی برای من رونه کرده بود. سید مرتضی؟ به او چه مربوطه؟ گفته بودمش صبر بود، پسر او تاب نیورد کار خراب کرد. من هرز بشو نیستم. دلم میخواد خوب گوشاتو واز بکنی یا زنگاشو پاک بکنی. من یا میکشونمت عدلیه تا اونجا به حق و ناحق رستگی بکنن، یا خودمون اینجا معامله رو فیصلش بدیم تا بره پی کارش. ای تنها کار عاقلون از آمیز یحیو. سید مرتضی که هیچی. اگه سپاه رستم دستونم بیادا تا من حق و منصورم دستوردو نیستم که نیستم. همین که گفتم. چیشات سرخه؟ سرخ گریان؟ آسمون دلش خیلی پره، مثل دل من. کورشمو نبینم. چرا؟ او منه میخواد. میرزا اسدالله به زور سفته هاش. حرفای تو هم بهش کارگر نبود. من تا حالا عشق آقامو ندیده بودم، اما او به گریش انداخته. میکشمش. این حرفو نزن. اگه واجب بشه شهر آتیش میزنم. مرتضی نظری گریه تو رو نمیتونم ببینم. جدایی گرونه. ها اما به ما چه مربوطه؟ به ما چه مربوط؟ زری جون. زری جون بریم زیر سر انداز. من شرمم میشه. کار تموم کن. هجلمون ناپاک میشه. از اون بشنو مرتضی، تموم کن. او وقت تا آخر عمر از پسرمون خجالت میکشیم. از بچه‌مون نگو. زری حسرت بچه تو به دلم میمونه. تو چه باکیت شده زری؟ از حسرت میگی، از جدایی میگی. نگو. بعد تو خاک تو سر دنیا. پس بگو که مال منی.
بگو که ننه بچه هم میشی، بگو که خانوم خونم میشی. میخوام و نمیشه. به خاطر چیشی؟ به خاطر 4 تا کاغذ تکه پاره میزستولای بی غیرت که از آقا داره قیمت اونا چنه؟ یعنی تو اینقدر ارزونی؟ آقامو به خاک سیاه میشونه. دنیا رو به سرش خراب میکنم. قیمت او کاغذاش چنه؟ شیر مرغ یا جون آدمیزاد؟ به خدا که یه صبح تا غروب 100 تای قیمت او کاغذا رو پیش روش پول میریزم. چه جور؟ سید مرتضی به کرم جدش و خدای خدا هنوز سر پاشه. هنوز قد نمرده که میزستالله زیر تابوت چه بگیره. من بابات خلاص میکنم زری. آخه چجوری؟ دوباره قداره میگیری دستو درای دکونا رو پایین میکشی؟ زریمن. یا جون تو میگیری کف دستو به مال حروم میزنی؟ زریمن واسه تو عمر منی مرتضی. تو اسیر بشی من تموم میشم. تو جون منی. تو گرفتار بشی من هلاک میشم. پس میگی چه؟ مثال لچک به سرا بشینم و هجل رفتن تو رو با یه مرد دیگه سایر بکنم؟ دل من پیش توی مرتضی. اینجوری هیچی خراب نمیشه. آقام راحت میشه. تو هم به مصیبت نمیافتی. مگه نه که نظمیه گفته اگه تو یه بار دیگه شر بپا کنی سرت بالای داره. به خیالت که چه؟ بی تو بودن برام زندگیه؟ من نمیتونم زری. بی تو بودن از اون ساخته نیست. بیزو فقط یه بار دیگه بشم اون مرتضی سابق تا همه چی درست بشه. درسته که جونم بگروه، درسته که چیش نظمیه دنبالمه، اما شاید ای بار نبیننم، شاید گرفتار نشم زری. اگه شدی چی تو؟ بد به دلت نیار زری، بد به دلت نیار. عذابم نده مرتضی. بیز سفید عروسی با کسی دیگر رو بپوشم اما سیاه تو رو نکنم برام. با خدا که زندگی شمر. ها مرتضی، زندگی شمر. چه نشستی سید مرتضی؟ چه نشستی؟ برات میمیرم. میدونم چه باکتی. همه دخترای به سن تو آرزو دارن پای سفره عقد بشینن، اما عقد مردی که دوستش میدارم. تو داری خودتو میسوزونی. من میدونم با خدا که اگه هنوزم بگی نه همه چیره به هم میزن. آقام سفته هاش گرفت. میزستولا قیمت اونا رو شیربهات کردی. بعلره که گفتی همه رو پس میده. کی؟ فرستادن دنبال آقا. بگو از بس امروز و فردا کردی بوام در اومد. بگو اگه 100,000 تومن منو تا پس فردا آوردی دادی کیج، این ندادی یه راست میندازم تو زندون. رو چی شما میرزا؟ مردک. خدای نکرده دخترت داره عروس میشه، چرا ماتم گرفتی؟ الام کن امیرزا. کاشکی خدا عجل سراغم میفرستاد اما نمیذاشی اینجور به بی غیرتی بیفتم. خجالت بکش مرد. دخترت داره عروس میشه، تو مادی داری گیر میاری مثل من. بکاریاتو داری میدی، دوباره کار تو بازار سکه میشه و نونت میافته تو روغن. اینا بی غیرتیه؟ حقه. آیه قرآنه که میگه بنده شکرگزار کمه. آقا تشریف آوردن. من برم یه سری با آقا بزنم و برگردم.
با اجازه اشک بلبل خوبای دنیا همیشه تنها قصد نگنه برا سر میشمردم تا بدونی تازگی ها باب شده که میگن تو هم پشت سر آدم نمیمونی میمونی نمیمونی ویره شیراز برام خیلی کوچیک بود میخواستم بزنم به تهران شهر غربت تو دنبالم بودی دیدی که میون کوچه قهر آشتی وقتی که از همون بیرون اومد باکیت شده سید مرتضی نشستی که چه؟ دلش اندازه یه بادمه تو چی تو که دلت یه دریا صاحب خروسخون با حرومزاده صاف بکنی درسته که اینجوری یه پات لب گور مرتضی اما به عشق زری مردن کجا بیزری کنجه خونه پیر شدن کجا ای درد همه دخترای دم وقتی که آرزوی همچی وقتی رو میکشن من نمیتونم تونستن و نتونستن دیگه توش نیست تقصیر تو هم نیست ایه که میترسی ها بله آخه میرزستالله ای کار آخه ماخه ور نمیداره یالو پاشو لخت پتیشو الانه 4 تا چیش مثل گراز دارن ما رو میپان میخوای فردا تو در همسایه پشت سر من ریگ بیزرن که میرزستالله زرتش قمصوره و بیل به کمرش خورده آخه من یه جوریم هر جوری هستی همین امشو باید خر مراد سوار شد پس او چراغو رو خاموش بکن سی از حالا به بعد به من فرمون نده چراغو رم خاموش میکنم دیگه چی میخوای؟ سی دکمه شلوارم کنده شده پناه به خدا جاش قلوه کن شده سی رود نازنینم رود مهربونم دختر مخمولم دختر بیکسم الهی ننت بمیره
نرو سید مرتضی، اونجا نرو. وایس کاکا نرو. چه خبره؟ این جماعت اینجا چی میخوان؟ هیچی، فقط نرو سید. چطور شده مرد؟ برام بگو. تو رو به خدا نرو آقا. خدایا نکنه. بگو حسین، بگو زری من سرسلامته. سید بگو حسین. تموم کرد سید. او طاقت نداشت مرد دیگه یا غیر تو حجلش ببینه. او لباس سفید عروسی رو به تن خودش کفن کرد. یا جان. یوزد دابنج. جماعت جلوشو بگیرید، منو میکشه. جلوشو بگیرید. برام کن مرد مالو. برام کن. نه نزن، غلط کردم. فریاد فریاد زرین کو عشق آخرین کو. فریاد فریاد زرین کو عشق آخرین کو. گریه مهلت نمیده، باز راه فریادم و بسته. زندگیم آوار سنگین، تن من طاق شکسته. بی تو آواره شهرم، بی تو درمونده و خسته. بی تو افسرده و غمگین، بی تو دلگیر و شکسته. زندگی زنجیر من شد، من که هم هوای شهر داره خفم میکنه. خاک که دلتو سرد کرد درست میشه. آدمیزاد حکایتیه، یه حکایت ناتموم. انگار همیشه یه قطره اشکی تایی چیشوی زری نشسته. دنیا به کی وفا کرده؟ تو چه کاری از دستت ساختم؟ من همینجا از زری حلال بودی میطلبم، از او سرم میرم تهرون جای تو نیست سید، اونجا شهر 72 ملته. برای همین میخوام برم اونجا که تو. غربت آدمو آب میکنه آقا. هر جا بیفتم جامو واز میکنه.
الان باید جواز کسب تو برداری با ما بیای کلانتری. آخه کار مردمو که نمیتونم بذارم زمین بیام دنبال شما ضامن بشم. دیروز سفارش دادن الان میان دور پدر تو اونی که سفارش داده. آمورا باشید مرتضی. آمو حالا پا میشی جواز تو برداری یا بیشتر بچزونمت. بلند شو. زبان خوش طرف نمیشه. همین کارش نداشته باشی. او آموی منه. تو همینقدر آمو نکن. برو به زور کارمون برسیم. برو بیاد. باید بیاد تو رو ببره تو رو همین. باشد مرتضی سلامات بپی. سلامات بپی. برو بربار خوش آقاش بریم. باشد مرتضی. برم بکن. بایستیم ببینم. بریم تو کارم چرا؟ کدام دورش کنی هستی؟ آره؟ کجایی؟ برو بدم. بریم بالا پشت. برو بانستا. باساس. لعنت به ایشان. آشد کاظم به دادم برس. آشد کاظم تو رو خدا به دادم برس. تو رو به جدت قسم برادرزادم رو نجات بدی. سید اگه اونو کمکش نکنی، اگه دستشو نگیری یا میکشنش یا کارومسرا رو از خون پسرای میسبت الله گلگون میکنه. کی؟ برادرزاده ها کاکو او غریبه. امرو از جهرم به ما وارد شده، اما باور کن آشد کاظم پسرای میسبت الله نگذاشتن که اون ساکت بشینه. او خونیه سید. آخه اون با چیشای خودش دید که اونا چجوری من از دکونم انداختم بیرون. ببین اینجا ببین. او سید جوشیه. وقتی خونش به جوش بیاد هیچ قشنی جلو دارش نیست. آشد کاظم به خاطر ریشه سفید من شما پادرمیونی بکن. شما میدونی چجوری با اون رفتار بکنی. التماست میکنم آشد کاظم، التماست میکنم. ببینم. سید! من اگه پلنگم باشم رو بزرگتر از خودم دست بلند نمی کنم. شما ولی نعمت این محله اینو حرمتتون واجبه. شما میتونین این خاک از خون ما گلگون بکنین. تیشه رو بده ما.
سلام خانم باجی. سلام مادر جون. خسته نباشی. سلامت باشی. امروز زود اومدی خونه. ای دیگه. ننه اشرت جون دخترم پایین هستی ظرف میوه رو بیار بالا. علی. تا لباسات دراری چایم حاضر میشه. ممنون. صبحی تو کاروسرا چه خبر بود که همه ازش حرف میزدن؟ نمیدونم والا. من سلام. سلام. باز از عمو رحمت پرسید. علم شنگه‌ای بود که برادرزادش را انداخته بود. وا مگه عمو رحمت برادرزاده داره آسد کازه؟ آره امروز صبح جیرام اومده. پسره یه همچین خوشبونیه. پسرای آمیز فتحالله عمو رحمتو میزدن که اونا سر رسیده و حسابی جر و باجرشون کرده. اونا رو که هر کاری باشون بکنن حقشونه. آره آسد کازه. از پسرای میز فتحالله که دیگه نگو. سرد مرتضام تا اونجایی که میگفتن حسابی اجلشون در اومده. سید ننی؟ آره یارشه خدا خیرش بده. اشرت جون یه قلیون برای من چاق کن بیار مادر. چشم مادر جون. دست درد نکنه. بهشت و جهنم تو همین دنیاست. یه مدتی اونا مردمو سوزوندن، حالا یکی اومده اینا رو میسوزونه. میگم ماشالله ماشالله اشرت هم استخون ترکونده. خوب یادمه مثل این که همین دیروز بود که اومدن اینجا. اینقدر بودش. محبتایی که شما در حق ما کردین هیچ وقت یادمون نمیره. اشرت همیشه میگه اگه پدرم زیر هوار موند عوضش خدا آسد کاظم. خوبه خانم باجی این حرفا چیه؟ یه قناری فروشی واز میکنه. قناری فروشی؟ ها؟ اون وقت خیالش بدتر ولت نمیکنه. امو اگه لجاره ها امونم بدن ولم میکنه، اما اگه بیزارنم امو. آسد کاظم مرد بزرگیه، او کمکت میکنه. مثل امروز امو؟ او دست کم 20 خونوار رو نون میده. 100 تا آدم مستحق زیر بالشن. او با دیگرون خیلی توفیر داره امو. میدونم. خب برای همینم صبح بانگم در نیومه. آخه چطور ممکنه یکی بزنه تو گوشم من همینجوری سیرش کنم امو؟ این دیگه کیه؟ کیه؟ سید مرتضو! سید مرتضو! آسد کاظم امو! حتما اومده یه کشته دیگه ای بزنه. منزل خودتونه بفرمایید من نوکر شما. سروری عمو رحمت. سلام سید مرتضی. سلام از ماست کاکو. بفرمایید تو مشرف فرمودین. زنده باشی. اومدم راجع به اتفاقی که صبح افتاد منو ببخشی. میدونی صبحی که با من درگیر میشدی واسه جفتمون خوب نبود. اینو هر دو میدونی. کاکو یعنی برادر. درست رحمت؟ بله. کاکو. ها کاکو. از اون دوتشه های جهرومی دارم بفرمایید تو برم براتون بیارم. نه دیگه ما امشب میخوایم با کاکو بزنیم بیرون. با اجازه شما. گیرید به سلامت. دل مثل یه کاسه چینیه. اگه احتیاط نکنی و مواظبش نباشی میشکنه. دیگم با هیچ ساختی نمیشه بنده سب کاکو.
جونش استخون نداره پدر ناخوش. جور مار خودش میتونه. آره سید، از این مارا تو تهرون فرار نمیده. سیکا تو حال خودت باش مرتضی. اینا چه مرگیشونه کاکا؟ انگار قطاری که به نلبندش براق شده چیش از ما ور نمیدارن. بی خیالشون. میخوام بی خیالشون باشم اما نمیشه. اصلا تقصیر خودمه. با یه صحبه تو کارمسه رو پیش از اومدن شما حسابشون میرسیدم، تو میفهمیدن ایتی شر دادم دست شما به حرمت و بزرگی خود شما بود، نگردن کلفتی اونا. حساب اونا یه چیز دیگه است. اگه تو امروز جلوی من در می اومدی اونا به هوای من جلوت وا میستدن. ولی نخیال کنی رو رفاقت و این حرفا. پس به خاطر چی کاکا؟ رو دشمنی. اون 3 تا عهد بستن که اگه قرار باشه کسی منو از پا دراره غیر خودشون هیچکی نباشه. سگ کی باشن اونا سید؟ به ولای مرتضی علی بجنبن میجنبونمشون. آخه رو چه اصلی دشمنتن کاکا؟ 15 سال پیش بابای اونا حریف تو زورخونه من بود. وقتی تو یه کشتی شونه‌شو چسبوندن به خاک، خون نشین شد. وقت مردن به بچه‌هاش سپرد از من تقاص بگیرن. آدم با این چشای ریزش چه چیای گنده باید ببینه. خب تو یه کشتی یکی برنده میشه یکی بازنده. حالا اینا چی میگن؟ اینا خیال میکنن من باباشونو دغمرگ کردم. همیشه هم دنبال منم. همه جا روز و شب، تو کوچه و خیابون. گفتن یه روز تقاص میگیرن اما نگفتن که. گفتن که همیشه منتظر باشم. تو خواب، تو بیداری، تو مستی، تو هوشیاری، همه جا و هیچ جا، همه وقت و هیچ وقت. اینا میخوان زندگی تو با ترس سیاه بکنن. اما شما که حول ولا نداری ها؟ عجل آدم دست اونیه که اون بالا سیه، نه دست 3 تا سایه توی کوچه تاریک. ای والله اینا رو بگو که یه عمری خودشون علاف هیچی کردن. خب دیگه دیر وقته، پاشو کاکو. پاشو فردا پنجشنبه است خیلی کار داریم. پاشو. عشق است کاکو، اما یه 5 سری دیگه جا داریم ها؟ جهنم یه بطرش کن. برو بریم. سلام مرشد. سلام سید. سلام آقا. سلام سید مرتضی. بفرمایید بشینید. رو چیشم آقا؟ سوخته ای جوان. ها بله، از نامردمی ها و بیشتر از عشقی که فنا شد. ها بله. وقتی عشقی دلی رو سوزوند، اون دل دیگه یک کعبه کوچیکه.
خبرم نمیکنه که کی میاد. شیخ صنعان آفتاب عمرش از ظهر گذشته بود که گرفتار دریای متلاطم عشق شد و سر و پا برهنه گرد کوی یار نثارا آواره بود. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهن خانه خمار داشت. خوش به دل حاسد کاظم باشه که مرید شما. اگه تو هم بخوای میتونی باشی. ها مرشد. جایی نرو بریم خونه. منم میرم یه سر با عموم بزنم. فردا میخواد بره جهرم. خانم باشی واسط مهمون آوردم. سید مرتضی. پاشو اشرت فرمایی. یا الله. سلام. سید مرتضی خیلی خوش اومدی. بفرمایید بشینی. بیش. با زحمت شدیم. قدمتون رو چشم. مشرف فرمودی. میدونی مادر جون سید مرتضی بعد از اون روز که تو کاروانسرا با بچه‌های میثبت الله حرفتون شد، کاظم خیلی دلش میخواست. من ابدا دلم نمیخواست وقتی توی شهر میام اولش اجوری بشه. اما خب دیگه حکایت منم جور حکایت اون مریضوی که رفت پیش دکترو گفت چه خیرته؟ مریضو گفت مژگونم درد میکنه. دکترو گفت دیشو چی خوردی؟ مریضو گفت نون با یخ. دکترو گفت مردشور خودت مرضتو ببره که نه خودت آدم هستی نه مرضت مرض آدمان. والله با مژگون که از فردا سید مرتضی میاد حجره پیش خودم. از امشبم همینجا میمونه. به سلامتی. خونه خودشونه. خدا صاحبش نگه داره. دکترو گفت چه خیرته؟ مریضو گفت مژگونم درد میکنه. دکترو گفت خوردی؟ مریضو گفت نون با یخ. دکترو گفت مردشور خودتو مرضت ببره که نه خودت آدم هستی نه مرضت مرض آدمان. نکنه اینجا سرما بخوری سید. نه میخوام هم اینجا تو ایوان بخوابم که آسمون سیل بخوام. خیلی خوب هر جور عشقته. من شبای مهتابی رو خیلی دوست میدارم. ای خدا. سلام. کاکو من زودتر میرم تا عموم رایی نشده ببینمش. با سلامت. منم 1-2 ساعت دیگه میرم پشت. خدا حافظ. میبینمت. به امون خدا.
سلام از ماست. قرب خیر. من میرم نون بگیرم. دیشب به ما خیلی خوش گذشت. شما بازم اینجا میایین؟ والا اسد کاظم گفتن از امشو یه چند شوی، یعنی تا وقت عموم نیستن من خدمتشون باشم. خیلی خوبه. ما تو این چند سالی که پیش اسد کاظم زندگی میکنیم از چشمون بدی دیدیم، از این آدم بدی ندیدیم. ها بله، اسد کاظم خاطر شما و والدتونو خیلی میخوان. دیشو کل با من حرف زدن. اسد کاظم انقدر به ما محبت کردن که من هیچ وقت احساس بی پدری نکردم. ها بله، ملتفتم. بله ملتفتم. خب دیگه من دیگه میرم، نونوایی همینجاست. باشه، مرمت شما زیاد. خداحافظ. سلام. فکر میکردم شما باشی. سلام کاکو. سلام سید. چی شد؟ دیگه کرده بودم، خوب شد رسیدم. عموم داشت رویی میشد. چرا برگشتی؟ گفتم بیام تو با هم بریم حجره. خیلی خوب، وایسا الان با هم میریم. بریم کاکو خان. ها بله. میدونی سید مرتضا، کاکا، آدم وقتی تو خونه میره که زن نامحرم توشه سرشو بلند نمیکنه. ملتفتی که ملتفتم. ها کاکا ملتفتم. ملتفتم. این سه تا نره خروش چی میخوان همینطوری مارول نمیکنن؟ کارشون نداشته باش. آخه من نمیتونم هرچی که با تو هستم سر خرم دنبالم بکشم نه؟ مرتضا گفتم کارشون نداشته باش. باشه. باشه.
چیه سید؟ خواب میدیدی؟ کاکا خیر باشه، ترسوندی منو. یه صلوات بفرست، یه قلوب هم آب روش بگی بخواب. چشم رو باز کردم به جای بابام آسید کاظم رو دیدم. اون واقعا در حق من پدری کرده و اختیار دارمی. اگه بخواد کنیزیشم میکنم. ولی میدونی مادر، سید مرتضی. سید مرتضی؟ سید مرتضی چی مادر جون؟ من اونو دوست دارم. ازش بگذر. جلودارش نیستم. جلودار کی؟ دلو. مرتضی، آسد کاظم با غلط کلامتون قطع میکنم. من جونم و خونم و به پای آسد کاظم نثار میکنم، اما عشق تو نه. مرشد، با اجازه. سلام آسد کاظم. پیرچی. سلام عمو رحمت. سلام از بنده آسد کاظم. بفرمایین تو. زنده باشی. مرتضی نیستش؟ والا رفته بیرون، الان میادش. خیلی خوب، وقتی اومد بهش بگو شب بیاد باغچه بالا کارش دارم. به روی چیشم آسد کاظم، به روی چیشم. دست علی. بهت سخت میگذره سید، نه؟ به هر سه توی ما سخت میگذره کاکو. باید روشن بشه. واسه همین خواستمت. بلا دور. نوش. من خیلی خیال کردم کاکو. نمیتونم از او سو باشم. خب میتونی برگردی. برگرد به شهرت. جدایی هیچ کسو نکشته. تو هم میتونی از او بگذری کاکو. ندید بگیرش. جدایی فقط برای من نیست، برای توم هست. من با اشرت خو گرفتم. میفهمی؟ خو گرفتم. دلم نمیخواد وقتی پیش منه به فکر تو باشه. او همیشه به فکر منه کاکو. تو از کجا اینو میدونی؟ از اونجایی که من همیشه به فکر اونم. من میخوام با اون عروسی کنم. خب منم میخوام با اون.
حریفش نیستم. به مرتضی علی قسم میخورم که جلودارش نیستم. خوش به دلم بود اگه جونمو طلب میکردی منم نثارت میکردم. من خون خرابی دلم سید، من عاشقم، چرا حالیت نی؟ سید بگو. یکی از ما باید جا خالی کنیم. من وای میستم. پس یکیمون باید بیفته. قبوله. اما اگه تو تاریکی کارمو تموم کردن خونمو به گردن میگیری؟ روباه و شغال تو تاریکی حمله میکنن بی همیگت. تو مثل یه دشتی، سید مرتضی مثل یه لاله. از دختره بگذر سید. نمیتونم. مجبورم بعد 10 سال دوباره دست به دشنه ببرم. یکی از ما 2 نفر کشته بشه. اینو بهش گفتم. سید، مرد با دشنه حسابشو تصفیه نمیکنه. سینه به سینه، رو به روی هم، با زور بازو حسابتو تصفیه کن. باید تا حالا اومده باشه. نکنه جا خالی کنه و نیاد. نه از خاطر دخترم که شده میاد. خدا کنه که بیاد. آره بیاد و مرتضی امونش من دلم شور میزنه سید کاظم. به دلم برات شده نری بهتره. قول دادم امیرزا، به مرشد قول دادم. میتونی از قولت برگردی؟ برگردم که مردم بعد یه عمر راستی و صداقتی که توشون داشتم بگن سید کاظم یه قصه بود و تموم شد. نه، من میرم. خدا پشت پناهت سید کاظم. تو نباید این کارو میکردی. تو نباید. گریه نکن زن، پیش مردم در کوچه خوب نی. خب مجبور بودم. تو رو از من میگیرن، تو رو از من جدا میکنن. من نمیخوام تو بری. قول دادم اشرت، مردم همه فهمیدن. من نمیتونم زیر قولم بزنم. زیر قولت نزن. ولی بدون اسد کاظم تنها نیست. مردم پشتشن، مردم اونو میخوانش. اگرم تو اونو شکستش بدی مردم راحتت نمیذارن. اینو من چجوری میتونم بهت بگم؟ اشرت، گفتمت گریه نکن. بیز سر پام سوار باشم. اگه خوردم باید برم. بری؟ اگه بمونم دیگه خودم نیستم. یه آدم دیگه هم. یه آدمیم که فقط اسمش مرتضی. ولی من میمونم. فقط گریه نکن. من برات دعا میکنم. فدای تو بشم منش. فدای چیشای تو بشم. نمیدونم، هرچی خدا بخواد همون میشه.
میدونو بده به من، جلوی اهل محل اعتبارم حفظ بشه. میدونو بده به من. میدونو بده به من، میدونو بده من، بذار جلوی اهل محل اعتبارم حفظ بشه. بلند باشو کاظم، بلند باشو، به تو میگم بلند باشو. پاشو نه؟ یالا پاشو. بزن منو سید کاظم، سید کاظم منو بزن، یالا منو بزن. برو به دلت برس مرتضی. پس تو چی تو؟ دل من یه دریاست، تحملشو میکنم. سید کاظم، من تا یه ساعت دیگه از این شهر میرم. برو سید کاظم، باش برو سید کاظم. انتظاری سید کاظم میکشی نه؟ آره، ما هم یه عمر انتظاریشو میکشیم. میدونیم چه سخته. دل ناگران نبا، همیشه زده، اون همیشه برده، حالم تو رو برد. ولی دیگه انگار آخر دنیاست. به سید کاظم بگو، به مردت بگو خلاصه حسرت یه چیزی به دلش میمونه. نمیگم حسرت دومات شدن، میگم حسرت پدر شدن، ولی کی میونه، شایدم حسرت هر دوش. آره بهش بگو تو هم خلاصه یه روزی میخوری سید کاظم، تو هم خلاصه یه روزی میبازی ها سید کاظم. من از این شهر میرم آمو. کجا میخوای بری؟ یه جای دیگه، یه جای دور، جایی که زیر سقف آسمونش فقط خودم باشم و خودم. آمو ای که زندگی نمیشه، یک کمی فکر بکن. فکرامو کردم آمو، دیگه نمیتونم اینجا مونم و تو چشای سید کاظم سیل بکنم. نمیتونم. و خیلی بزرگواره آمو. بزرگواریش منو آواره کرد آمو، بزرگواریش آمو جون. کورشم و نبینم سید، به من بگو، تو همیشه به من گفتی درد تو واسم بگو.
من یه عمری صدقه دادم میرزا. واسه من صدقه گرفتن مردنه. سید از کی ساخته است؟ اگه دنیا رو تو مشتشون داشته باشن نگاه تو کوتاه کن میرزا. اگه دنیا رو تو مشتشون داشته باشن نگاه تو کوتاه کن میرزا. دید کاظم افتاد، منتظر تابوتش نباش. آسد کاظم مرد، آسد کاظم رو کشت. کی سید کی؟ تقاس تو رو یه شهر میگیره. تقاس برو سراغ پسرای فعل اون اسکر، بهشون یه چیزی بگو سوزوندمتون، بگو در حقتون بدی کردم، نمیدونم چی، یه چیزی بگو، یه چیزی که آتیششون بزنی. بگو امشب شب دوماتیه، بگو اگه بخوان از اون خنجرهایی که 10 ساله واسه سینه من تیزش کردن کار بکشن، وقتش امشبه. بگو هیچ زخمی برای آسد کاظم کاری تر از زخم امشب نیست. بگو تو کوچه تاریک بغل آبنبار شلپله کمین کنن. بگو امشب گذر من از اونجاست. ولی سید نترس میرزا، امشب راه من از اونجا نیست. اونی که سینش امشب با تیغ خنجرای پسرای پهلوان اکبر دریده میشه سید مرتضاست، نه من. چشم پسرای پهلوان اسکر و نفرت اینقدر پر کرده که مشکل بتونن تو تاریکی منو از مرتضا تمیز بدن. سید برو بهشون بگو بی امان بزنن، کاری بزنن، بگو همچی بزنن که پا شدنی تو کار نباشه. برو میرزا. برو میرزا. یا محمد، هر کجا رفتی عموم؟ برام کاغذ بنویس که کجایی. اگه زنده موندم از حالم با خبرت میکنم. دست علی به همراهت عموم.
دستت کازه چی کارت کرده؟ هیچی همه چی کار خودمه همه چی این وسط باید یکی میرفت عشقو نمیشه صدقه داد مرتضی یکی باید میرفت من که داشتم میرفتم من میرم اینجا فقط تو میمونی مرد موندم برای من همون مردن سید من مردم که نمونم نه سید بیا جلو دوباره قوت از پاهم میره بیا نگارم دار نمیخوام پیش از رفتن بیافتم نه سید تو هیچ وقت نمیافتی تو هرگز نمیافتی سید میرزای بیچاره من خیال کرد قصد جور تو رو دارم تو روشنش کن سید عروسیت مبارک گریه مهلت نمیده باز راه فریادم و بسته زندگیم آوار سنگین تن من